آموزش خورش چغرتمه که یه غذای شمالی هستش با کته خوشمزه رو دارم، همراه من باشید. تخم مرغ، پیاز، مرغ از هر قسمتش میتونیم با ادویه. پیازا رو پوست گرفتم، خرد کردم، داخل خردکن ریختم. پیازا رو سرخ میکنیم. مرغ رو گذاشتم داخل ظرف، کمی زردچوبه، نمک، فلفل با یه دونه پیاز گذاشتم. مرغ من پخته شد. پیاز که کمی آبش خوش شد، مقداری روغنم داخلش میریزم. شروع میکنم به سرخ کردن پیاز. الان کمی زردچوبم داخلش میریزم. شروع به سرخ کردن همینجوری میکنیم. مرغم که در حال پختنه. برنجم هم گذاشتم داخل پلوپز، روشن میکنم که آماده بشه. پیاز سرخ شدهش روی مرغمون میریزیم. میذاریم روش حرارت کم، مرغ و پیاز با هم دیگه کمی پخته بشه. برنج ما هم آماده شد. داخل غذامون کمی نمک، دارچین کمی میریزیم. اینو با رب هم میتونیم درست کنیم. تو شمال به مدل‌های مختلف درست میشه. من به این صورت درست میکنم. کمی هم فلفل میریزیم. شروع میکنیم به زدن تخم مرغا. کمی فلفل، کمی زردچوبه، کمی هم نمک میریزیم. کاملا هم میزنیم. کاملا که مزه ها به خورده هم رفت، به مرغ و پیاز با هم دیگه مزه دار شد، تخم مرغی رو که کاملا زده بودیم روش اضافه میکنیم. البته داخل این شما میتونید رب کمی سرخ کنید بریزید، ترشی آب لیمو بزنید، ولی من به همین صورت ساده درست میکنم. ادویه اصلیش هم دارچینه. کمی درشو میذارم، بعد دوباره ادامهشو نشون میدم. کمی که تخم مرغ خودشو گرفت، به این صورت کمی زیر و رو میکنیم. غذای ما الان دیگه تقریبا یه 10 دقیقه دیگه با حرارت کم آماده میشه. خورش ما آماده شده. ما میتونیم روش کمی دوباره فلفل و دارچینم بپاشیم روش. من داخل ظرف میریزم. این خورش زیاد نباید آبدار باشه. خب این خورش رو میتونیم توی ظرف خورش خوری یا به این صورت که من دارم میریزم داخل این بریزیم که کاملا قشنگتره. این تخم مرغای خورشمونه که بسیار خوشمزه و طعم خوبی داره. اینم داخل مرغمونه که کامل پخته شده و خوشمزه است. یه خورش خوشمزه که با کته، این کترم که امروز قالبی در آوردم، بسیار کته خوشمزه‌ای شده. برنجش ببینید عالی شده. در کنار خورش چغردمه بسیار خوشمزه میشه. خورش چغردمه ما آماده شده که با یک کته خوشمزه کنارش، با کنارش سبزی خوردن و زیتون آماده شده. بعضی جا به این خورش ترشی میزنن، رب میزنن. امیدوارم که خوشتون بیاد. ممنون از اینکه همراه هم بودید.